نامت چی است؟ عبدالحمید. پیش بینی می شود که امروز جان واکر لیند که با لقب طالب آمریکایی معروف بوده است از زندان رها شود. او در پی حمله ها به شهرهای آمریکا در ماه سپتامبر سال 2001 در افغانستان بازداشت شده به آمریکا انتقال یافت. سال 2002 لیند جرمش را اعتراف نموده به مدت 20 سال از آزادی محروم گشت. طبق اطلاع خبرگزاری ریترز، لیند بعد سپری نمودن 17 سال زندان امروز از محبس شهر ترهات ایالت ایندیانا آمریکا آزاد می شود. لیند در ایالات متحده به دنیا آمده است. هنگام محاکمه در دادگاه والدانش گفته بودند که با سفر به افغانستان و شامل شوی به گروه طالبان فرزند آنها به خطای بزرگ راه داده است. We love John very much and want what is best for him. ما جان را دوست می داریم و با او بهترین تمناها داریم. حکم امروزه با او امکان می دهد آنچه را که از مردم گرفته بود برگرداند. لیند در سن 16 سالگی اسلام را قبول کرده در میانه های سال 2001 به صف طالبان پیوست. ماه نوامبر سال 2001 لیند همراه با صدها طالب دیگر بازداشت شد. کارشناسان رهایی لیند را شهادت آن مینامند که جنگ با طالبان تا حال ادامه دارد. دیپلمات آمریکایی زلمه خلیلزاد با طالبان چندین دوره مذاکرات برپا نموده است، ولی طالبان از گفت و شنید با حکومت افغانستان خودداری نموده از خشونت دست نکشیدند.